اگر به خاطر دنیا رسانیدید، اولین آدمی که دوزخ تصفانیده میشد این قاری قرآن، عالم اسلام که علم به خاطر غیر الله گرفته است، به خاطر غیر الله رسانیده است. کسی که این علم شریعت اگر در ابتدا با نیت پول و مال، با نیت غرضی از غرضهای دنیا گیرد، بوی جنت نمیبیند. حدیث ابو داود است، حدیث صحیح است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کسی علم شریعت را با مقصد دنیا، با مقصد وظیفه، با مقصد منصب، با مقصد پول، با مقصد آبرو، با مقصد مثلا کدام نوع دنیا باشد، شهرت، اگر آموزد، این آدم بوی جنت نمیبیند. این یک. کبر مقتا عند الله، بزرگترین گناه این است و غضب الله تعالی را میبرد وقتی که آدم علم داشته باشد و عمل نکند. بعد اینکه علم داشت باید عمل کند. بسیار وضعیت است. بعد این علم باید به مردم رساند. اگر به مردم رساند زندان میشد، به مردم رساند کشته میشد. حضرت ابو هریره گفتند که حفظت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم وعینی، من از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در دو ظرف علم آموختم. دو ظرف وعا گفته، ظرف میگه چیزی که در داخلش پول جمع میکنید. مثلا من در دو ظرف علم جمع کردم از پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما احدهما فبثثته بین الناس، اما یکی آنها را در بین مردم رسانیدم. از همون دو یعنی 50% علمم به مردم رسانیدم. ابو هریره از همه آدمی که بسیار حدیث گفت به مردم، 50% علمم رسانیدم. اما احدهما فلو بثثته قطع هذا البلعوم، اما دویم نوعش یعنی ظرف دیگرش است، اون علم اگر میرسانیدم انا همین بلعوم بریده میشد، یعنی گلویم بریده میشد، کشته میشد. این علم و اهل علم آسان است برادران. این مسئولیتی وزنین است برادران. رسانیدن، اگر خطا رسانیدید جوابگری دارد. کسی اگر علم شریعت با مقصد پول جمع کردن، با مقصد منصب جمع کردن، با مقصد آبرو پیدا کردن یا شهرت پیدا کردن اگر علم رساند، این اولین آدمی که پیش از یهود و نصارا در دوزخ تصفانده میشد. اولین شخصیت هایی که دوزخ با آنها تصفانیده میشد این 3 نفر است. حضرت ابو هریره اگر همین حدیث میگفتن بیهوش میشدن، از هوش میرفتن. بعد میگفتن که لولا آیتان فی کتاب الله ما حدثت احدا، اگر در قرآن 2 آیت نمیشد من حدیث نمیگفتم. کسی که به مردم شریعت نمیرسوند اویم لعنتی هست. سبحان الله. ببینید اگر علم شریعت به خاطر غیر الله آموزید بوی جنت نمیبینید. شریعت وقتی که آموختید اگر عمل نکنید غضب الله بر شما هست. وقتی که شریعت آموختید باید به مردم رسانید. اگر عمل نکنید به مردم نرسانید وای بر حال شما. اگر رسانید و به خاطر الله نرسانید باز شما اولین آدمی که در دوزخ میسازید. اگر رسانید و خطا رسانید با عذاب، با وجودی همین هر روز حقارت، دشنام، لعنت میشنوید. مقصد این مسئولیتی وزنین است برادرای عزیز.